سلام тамошобинони азиз. خلاصه خبرهای مهم پنجشنبه 24 ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه نشر ویدیوی بازداشت حدود 10 زن تاجیک در قرقیزستان. صادر جباروف روز دوشنبه به دوشنبه می آید. چرا نرخ چپتای پرواز تو روسیه $2500 شد؟ شرح رئیس اگنتی. در گذشت کارگردان سینمای تاجیک یور محمد ارالوف. در تاجیکستان باز 18 حالت نو کرونا ویروس ثبت شده است. نجات 3 نوبالغ در آبهای ولایت سوخت در یک روز. بازداشت یک جوانزن برای دزدی گردنبند طلایی. مصادره 86 قوطه داروی پسیخوتراپی از یک تاجیک در فرودگاه سرگوت. 5 روز حبس دانشجو برای در بردن ماشین سوار کردن جوره‌هایش. و اکنون تفصیلات خبرها. در اینترنت ویدیوی بازداشت یک گروه زنان از تاجیکستان از جانب به نام دروژینه خلقی در حدود ناحیه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان نشر شد. در ویدیو دیده می شود که حدود 10 زن در بردن یک ماشین بارکش در روی فرش نشستند و مؤلف ویدیو می گوید که آنها همه تاجیک بوده مرز قرقیزستان را غیر قانونی گذاشتند. نمایندگان به نام دروژینه خلقی گفتند که این زنها را برای کار در زمین‌های کشاورزی جماعت قلونده آورده بودند. ما آنها را در دهه اوق عریق دستگیر کردیم. آنها را یک شهروند قرقیزستان با ماشین پورتر آورده بود. زنهای تاجیک هر سال در میدان‌های کشاورزی در دهه‌های قرقیزنشین مردیکاری میکنند، ولی امسال بعد مناقشه بهاری سرحد قرقیزستان با تاجیکستان پررو بسته شده است. تاجیکستان همه آن ساکنان قرقیزستان را که از مرز میگذرند، حتی اگر در یگان منطقه علامت گذار نشده تصادفاً گذرند، دستگیر میکند، ولی میلیسیای ما چشم میپوشد. گفتند نمایندگان دروژینه خلقی. در ریاست کارهای داخلی ولایت بادکند گفتند که این معلومات را میآموزند. معلوم نیست که آیا به نام دروژینه خلقی حق بازداشت شهروندان را دارد یا نه. قرقیزستان مرزش را با تاجیکستان از 24 می پوره بست. بین دو کشور پرواز هواپیماها نیز قطع شده است. جماعت قلونده با جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورov تاجیکستان هم مرز است. مسئولان جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورov گفتند که در پی معلوم کردن جزئیات حادثه بازداشت زنان تاجیک در ناحیه لیلک قرقیزستان هستند. مطلوبه جورابایو، یک مسئول جماعت خستیورز به رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن زنان ساکنان این جماعت خبر دارند، ولی حالا باید معلوم شود که آنها از سرحد چگونه عبور کردند، چون که بعد مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل عبور شهروندان به خصوص زنان را به طرف زمین‌های همسایه منع کرده بودند. گفت او. جورابایو تصدیق کرده است که در حقیقت زنهای زیادی از خستیورز برای تأمین زندگی زنان هر سال در زمین‌های کشت ناحیه لیلک کار می‌کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که 28 و 29 ایون سفر رسمی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صادر جباروف به جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. این وزارت از خبرنگارانی که می‌خواهند جریان این سفر را برای رسانه‌ها پیگیری کنند خواسته است که خود را رسما اکریدیتاسیون کنند. تفصیلات دیگر درباره سفر صادر جباروف و برنامه ملاقات‌های او نشر نشده است. این نخستین دیدار روبروی پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف بعد از مناقشه خونین 2 ماه پیش در مرز ولایت سوخت بادکند است که از هر دو طرف بیش از 50 کشته و حدود 240 زخمی به جا گذاشت. تفاوق در مورد سفر صادر جباروف به دوشنبه روز 30 اپریل در جریان نخستین گفتگوی تلفنی امامعلی رحمان با همتای قرقیزش بعد از مناقشه خونین در مرز اسفره و ناحیه باباجان غفورov با ناحیه بادکند و لیلک قرقیزستان به دست آمده بود. کامیل علیجانوف سخنگوی سابق پرزیدنت ازبکستان اون وقت نوشت که این گفتگوی تلفنی با میانروی شفقت میرزیویف صورت گرفته است. منابع آگاه در دوشنبه نیز میگویند امامعلی رحمان شدیداً مخالف گفتگوی حتی تلفنی با صادر جباروف بود و میرزیویف
خیلی تلاش کرد تا او را به ضرورت این تماس تلفنی متقاعد کند. طبق تفاوقی که در آن گفتگوی تلفنی به دست آمد، هیئت‌های دو جانب در کمیسیه تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان از 1 می به مذاکرات مسائل مرزی شروع میکنند و جبارف الکی در نیمه دوم ماه می به دوشنبه آمده با همتای تاجیکش تفاوقات در جریان مذاکرات مرزی حاصل شده را نهایی خواهند کرد. اما به دلیل هنوز ناروشن این سفر تا پایان ماه ایون به تأخیر افتاد. در این بین در اول ماه ایون در مرز نویه لخش با ولایت اوش قرقیزستان نیز مناقشه جدی به وجود آمد که خوشبختانه بدون قربانی و توسط مذاکرات حل و فصل شد. با گذشت قریب 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر طول مرز تاجیکستان با قرقیزستان تا امروز 504 کیلومترش حررت تعیین و علامتگذاری شده است. در منطقه های بحثی هر سر چند وقت بر اثر تقسیم آب، زمین، عبور غیر قانونی مرز و اختلافات قومی مناقشه و رخ میدهند. خونین‌ترین مناقشه در مرز این دو کشور در پایان ماه اپریل سال 2021 رخ داد که در آن از جانب قرقیزستان 36 نفر کشته شده، 154 نفر دیگر جراحت برداشتند. تاجیکستان از کشته شدن 19 شهروندش و جراحت برداشتن 87 نفر خبر داد. هر دو جانب یکدیگر را در سر زدن مناقشه اخیر عیبدار میکنند. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 23 ایون خبر داد که در یک شبانه روز اخیر در جمهوری 18 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس آشکار شده است. به این ترتیب در 3 روز اخیر در تاجیکستان الکی 50 مورد آلوده شوی به کرونا ویروس را رسما تصدیق کردند. شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان را وزارت 13358 نفر میگوید که از این شماره 13218 نفر شفا یافته، 90 نفر فوت دیدند. با 50 نفر طی 3 روز اخیر گرفتاریشان آشکار شده تحت تبابت قرار دارند. وزارت تندرستی از اول سال سرسختانه پایفشاری میکرد که در تاجیکستان یگان حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس آشکار کرده نشده است. این وزارت گزارش‌ها درباره به این ویروس گرفتار شدن و حتی فوتیدن ساکنان را رد میکرد و میگفت آنهایی که گویا با گمان کرونا ویروس بستری شدند در اصل به علت استعمال یخماس و آب خنک گرفتار بیماری‌های راه‌های نفس به مثل التهاب شش یا زکام شدند، نه کرونا ویروس. روز 18 ایون معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان قربانعلی عبدالرحیم زاده در بیمارستان یکم سویسک از اسارت کرونا ویروس جان باخت و روز 19 ایون در ناحیه رودکی روحانی شناخته داملا عبدالرحمان باقی‌زاده را که نیز از کرونا ویروس وفات کرد به خاک سپاریدند و بالاخره روز 21 ایون ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس رسما تصدیق کرد که در حقیقت در مؤسسه های تندرستی مملکت حالتهای گرفتار شدن به بیماری سرایتی کرونا ویروس به قید گرفته شدند. عامل اساسی خروج نوبتی بیماری مذکور را متخصصان در بی‌توجهی، رعایت نکردن مهلت معین شده برای خودمحافظتی شهروندان مملکت که از خارج کشور برگشته بودند، استفاده نکردن نقاب و دیگر توصیه‌ها ارزیابی شد و از ساکنان طلب شد که به ضرورت گشت و گذار نکنند، در جایهای جمعیتی نقاب بپوشند و از مواد بی ضررگردانی استفاده برده توصیه‌های مقامات را بدون چون و چرا اجرا کنند. اکرام صبحانزاده رئیس اگنتی اویاسیون گراجدانی تاجیکستان در پاسخ رسمی به نشریه SSSR سببهای به آسمان خیستن و حتی تا به $1500 رسیدن نرخ پروازها به روسیه شرح داده است. طور اکرام صبحانزاده میگوید روسیه از 1 اپریل راههای هواییش را با تاجیکستان باز کرد. بجز از 2 پرواز منتظم که هر هفته اجرا میشد تفاوت حاصل شد که تعداد پروازهای چارتری هم افزایش داده شود، اما ترتیب پروازهای چارتری تغییر نیافت. یعنی مسافران را از تاجیکستان به روسیه فقط شرکت‌های هواپیمایی روسیه و از روسیه به تاجیکستان فقط شرکت‌های هواپیمایی تاجیکی میتوانند انتقال دهند. 7 شرکت روسیه سیورنویتر، یوت ایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، ایکار، ازور ایر و یامال برای انجام پروازها اجازت گرفتند، اما میگوید صبحانزاده
این شرکت ها با سوء استفاده از زیاد بودن خواهشمندان پرواز و محدود بودن تعداد پروازها قیمت چپتا را با نرخ‌های گران به فروش گذاشتند. از این وضع گروه های سودجو به نفع خود استفاده برده کمبود چپتا و طلبات زیاد مسافران را به انصافانه و غیر اخلاقی به منبع درآمد خود تبدیل دادند. کار به جای کشید که قیمت یک چپتا تا به $1500 امریکایی رسید. چنین عمل ناعادلانه بعضی از شرکت ها به آن آورده رساند که شهروندان ما برای خریداری کردن چپتا با نرخ‌های گران مجبور می شدند که از بانک‌های تجارتی و دیگر منبع‌ها قرض گرفته چپتا خریداری کنند. این حال نه فقط مسافران بلکه مقامات تاجیکستان پیش از همه اگنتی اویاسیای گراجدانی را به تشویش آورد. تاکید کرده است اکرام صبحانزاده. او می افزاید اگنتی اویاسیای گراجدانی دو دفعه 22 اپریل و 17 مای به شرکت‌های روسی التیماتوم گذاشت که نرخ‌هایشان را به طور عاجل پایین برند. در جلسه‌ای که روز 22 اپریل برگزار گردید ما از نمایندگان شرکت‌های اورالسکی اویالینی، یوت ایر، سیبیر و سیور نویتر خواستیم که نرخنامه خود را پیشنهاد کنند. آنها نرخ ماکسیمالی را در حد 8500 سومونی پیشنهاد نموده پروتکل امضا کردند، اما وضع تغییر نیافت. از شکایت مسافران و تحقیق خود اگنتی معلوم شد که چپتاها همانا گران فروخته می شدند. در اساس عرض و شکایت های زیاد 11 مای اگنتی از شرکت های سیبیر و سیور نویتر قطعاً درخواست نمود که تعجیلاً برای پس کردن نرخ چپتا چاره های دخلدار اندیشند. در حالت اجرا نکردن درخواست اوید به پس کردن ارزش چپتا مسئله عملشوی پروازهای منبعد این دو شرکت از 14 مای بی‌بررسی خواهد ماند. این همه اقدام تنها با مقصد پس کردن ارزش چپتا، حمایه حقوق مسافران، شهروندان کشورمان و امکانیت پیدا کردن آنها به چپتاهای ارزان و دسترس راه اندازی کرده شده بود، گفته است دیرکتور اگنتی. اینچنین به همه شرکت‌هایی که پروازهای چارتری را از تاجیکستان به روسیه انجام میدهند صحنه 18 مای مکتوب رسمی ارسال و طلب شده است که چپتاهایشان را از $450-500 زیادتر نفروشند. به گفته صبحانزاده تنها سیور نویتر به درخواست چندین کرته اگنتی جواب سری وقتی پیشنهاد نکرد. به بالای این شرکت مکتوب پیشنهاد نمود که چپتاهایش را الکی تا آخر ماه مای با نرخ پیشین فروخته است و از اگنتی اجازت خواست که پروازها تا آخر ماه مای طبق نظام پیشین عمل کرده شود. از شرکت مذکور علاوه درخواست کرده شد که برای پس کردن نرخ چپتا در دایره $450-500 چاره‌جویی کرده این را با مکتوب رسمی تصدیق کند. در اساس درخواست‌های چندین کرته اگنتی شرکت بولوذکر روز 25 مای به اگنتی مکتوب رسمی پیشنهاد کرده اوید به پس کردن ارزش چپتا روزگی خود را بیان نمود و در این اساس پروازهایش پورا برقرار کرده شد، میگوید صبحانزاده. او همچنین از بی‌مسئولیت شرکت سیور نویتر انتقاد کرده گفته است که سیور نویتر پس از اجازه دادن پروازها به مسافران تاجیک چپتاها را به دو شهر روسیه قزان و اوفا فروخته آنها را از فرودگاه خوجند به فرودگاه قزان فراورده آن مسافرانی را که تا به اوفا چپتا داشتند به نقطه نهایی نرسانیده ناراحتی و سرگردانی مسافران را به میان آورده است. همین طور مسافرانی که به خط سیر بختر مسکو چپتا داشتند شرکت سیور نویتر از فرودگاه دوشنبه به شهر سمره انتقال داده آنها را در نیم راه سرسان و سرگردان کرده است، گفته است رئیس اگنتی. اکرام صبحانزاده تاکید کرده است که محض با تلاش‌های بی‌واسطه جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حالا نرخ‌های چپتا از $1000 و $1200 به $500 پایان فرآمده مسافران به سمت روسیه به ممانعت سفر نموده ایستاده‌اند. ولی صدا مسافری که به روسیه سفر میکنند ادعای تا $500 پایین فرآمدن نرخ چپتاها را رد میکنند. با چنین نرخ‌ها تنها 2 یا 3 ماه پیش از پرواز میتوان چپتا پیدا کرد. یعنی اگر شما حالا برای پایان ماه اوگوست یا برای سپتامبر چپتا فرمایش دهید شاید به $500 پیدا کنید، ولی اگر شما بخواهید که زودتر چپتا بخرید نرخ‌ها از 8700 سومونی یا 8800 سومونی سر میشوند که این قریب $800 است نه 500، میگویند مسافران. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را
از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. کارگردان شناخته تاجیک یار محمد ارالوف شام 23 ایون در سن 67 در دوشنبه از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش کارگردان سالهای آخر از بیماری دیابت قند رنج میکشید. مراسم ودا با یار محمد ارالوف روز 24 ایون در نزد منزلش در حوله بنای بلند آشیانه نزد کینوتئاتر وطن و نماز جنازه‌اش در مسجد سر آسیا برگزار می شود. یار محمد ارالوف دانشکده کینوماتوگرافی شهر مسکو را ختم کرده است. سال 1975 با اختصاص هنرپیشه و سال 1984 با اختصاص کارگردان سینما او سالهای 1975-1979 در تئاتر به نام لاهوتی همچون هنرپیشه و از سالهای 1984 همچون کارگردان فیلم‌های مستند و بدیعی در تاجیک فیلم کار میکرد. سالهای 1991-1992 کاتب اتحادیه سینماگران تاجیکستان بود. یار محمد ارالوف از سال 2005 رهبر بدیعی کینوستودیای امکا بود. در سال 2005 با اردن شرف سرفراز گردانیده شده است. در ابتدای سالهای 90 فیلم مستند او با نام میسیس اوشیر نیلونی درباره حوادث فوریه سر و صدای زیاد به پا کرده بود. یار محمد ارالوف متاسفانه نمایندگان نسل گم شده است که در دوره اوج ایجادیاتشان به سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان راست آمد. سالهایی که سینمای تاجیک به سبب نبودن مبلغ گذاری رو به تنزل آورد. یار محمد ارالوف بسیاری از نقشه‌های ایجادی خود را نتوانست عملی کند و اکنون با خود این همه را به زیر خاک میبرد. یادشان گرامی بود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 22 ایون در ولایت سوغد 3 نابالغ را از غرق شوی نجات دادند. شاهنوزه بوتایوا سخنگوی ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سوغد خبر داد که ساعت 15:03 نجات بخشان این نهاد در خوجند 2 نفر را مشاهده کردند که در موضع ساحل باغ نوروزگاه غرق می شدند. به نجات دهندگان میسر شد که هر دو را زنده از آب بیرون بیارند. هنگام صحبت معین گردید که یکی از آنها 12 سال و ساکن شهر دوشنبه بوده، دومی 16 ساله و ساکن نویه جبار رسولوف می باشد. اینچنین بنا به اطلاع نوبتداران دسته مخصوص زودعمل نجات ولایت سوغد در آبانبار بحر تاجیک ساعت 15:50 در منطقه خفناک نزد موضع آسایشگاه شفا یک ساکن نویه باباجان غفوروف سال تولدش 2004 که هنگام شناوری غرق میشد سر وقت نجات داده شده. شاهنوزه بوتایوا گفت پراپورشک رستم سنگینوف و دلاور دلشادوف در کوتاه‌ترین فرصت خود را به آب هوا دادند و همه چاره‌ها را اندیشیدند تا این نورسان را سلامت به ساحل رسانند. به جای حادثه یاری تاجیلی نیز دعوت شده است، ولی بعد بهتر شدن وضع سلامتیش نورسان را به خانه جواب دادند. شاهنوزه بوتایوا میگوید این حادثه ها در نتیجه رعایت نکردن قاعده های شناوری و بیخطری به عمل آمده است. در هر 3 حالت هم نابالغان به راهنمایی و نظارت والدان و پیوندانشان در جایهای ممنوع آبازی کرده و جانشان را در خطر گذاشتند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده بارها از والدان خواهش کرده است که فرزندان نورس و کودکان خود را تنها نگذارند، ولی متاسفانه حادثه‌های از این گونه بی‌نظارتی‌ها ففتیدن نورسان و کودکان زیاد به قید گرفته می شود. تاکید می کند سخنگوی کمیته ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سوغد. بنا به حساب‌های کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اول سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان حدود 50 نفر غرق شدند. قریب نصف آنها را نابالغان تشکیل می دهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک جوانزن 22 ساله ساکن شهر گلستان در ولایت سوغد با گمان دزدی دستگیر شده است. جوانزن به آن گمان برمی شود که در تاریخ بین 19 تا 22 ایون برای پنهانی از خانه استقامتی زن 34 ساله ساکن گلستان یک گردنبند طلایی ارزشش 20,000 سومانی را دزدیده است. نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم 3 ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون برای دزدی به مبلغ بزرگ همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان
تهدید میکند. زنها در تاجیکستان در محبس نظامش عمومی شهر نورک یگانه محبس زنانه در این جمهوری ادای حکم میکنند. حالا در این محبس حدود 300 زن ادای حکم میکنند. بخش اعظم آنها برای جنایت‌های چون قلابی، کشتار، دزدی و برخی برای قاچاق مواد مخدر به زندان افتادند. دادگاه نویه فردوسی شهر دوشنبه ساکن 19 ساله پایتخت سمرالدین ظاهرف را با جرم معده افباشی به 5 شبانه روز به حبس مأموری محکوم کرده است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت قبلا در اینترنت نوار نشر شد که چگونه راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا در بغاج ماشینش 2 نفر را سوار نموده در کوچه های پایتخت حالت خطرناک و صدموی به وجود آورده ماشین رانی میکند. در نتیجه سنجش معین کرده شد که این راننده شهروند ظاهرف سمرالدین خوجایویچ سال تولدش 2002 ساکن شهر دوشنبه کوچه مایاکوفسکی دانشجوی رشته مناسبت‌های بین المللی اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان میباشد. ضمن تحقیق حادثه معین گردید که ظاهرف سمرالدین شب 7 ایون سال جاری 2 نفر رفیقان نابالغش را دیده و دانسته در بغاج افت-ماشین جایگیر و افت-ماشین خود را در کوچه های پایتخت اداره نموده است که با این عملش خلاف قاعده های حرکت در راه عمل نموده به جان و سلامتی نابالغان خطر جدی تهدید و یا معیارهای اخلاقی جامعه را برقصدانه ویران نموده است. گفته می شود در اطلاعیه ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه وابسته به این حالت مذکور نسبت به ظاهرف سمرالدین طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام معده افباشی پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دادند و دادگاه نویه فردوسی به وی همچون جزا 5 شبانه روز حبس مأموری تعیین کرده است. در فرودگاه شهر سورگوت روسیه یک شهروند تاجیکستان را با اتهام کوشش قاچاق مقدار زیاد داروهای پسیخوتروپی دستگیر کردند. سخنگوی گمرک منطقه تیومن ماریا تانتاکووا خبر داد که هنگام تفتیش بغاج مردی که با خطسیر خوجند سورگوت وارد روسیه شده بود از جامدانش 86 قوطی داروی فنوباربیتال یافت شده است. در هر قوطی 10 حب و در عموم در بغاج این مسافر از تاجیکستان 860 حب داروی پسیخوتروپی پیدا کردند. فنوباربیتال برای تبابت بیماری اپیلپسی استفاده می شود ولی مواد پسیخوتروپی دانسته می شود و طبق داروخط طبیب روانشناس باید تحت نظارت شدید تقسیم و توزیع شود. کارمندان گمرک قرار کردند که این داروها را مصادره کنند. خبر داد رهبر گذرگاه گمرکی سورگوت ایگور گالوزین تشخیص نشان داد که در ترکیب این داروها مواد پسیخوتروپی فنوباربیتال وجود دارد ولی شهروند تاجیکستان برای وارد کردن آن به روسیه حجت نداشت. معلوم نیست که او این داروها را برای طبابت خود یا یگان نفر از نزدیکانش به روسیه میبرد یا با مقصد فروش. به ضد شهروند تاجیکستان بر اساس 2 بند کودکس حقوق ویرانکنی روسیه با اتهام نشان ندادن اعلامیه و کوشش قاچاق محصولاتی که وارداتش به روسیه محدود شده است پروتکل ترتیب دادند. به او برای این جریمه به مبلغ از 1000 تا 2500 روبل با مصادره مواد گرفته شده تهدید میکند. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 24 ایون تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد پیگیری نمایید. www.bomdad.com. خوش باشید.